به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود خدمت تمام شما عزیزان. امید که لباس و سبز و عافیت بر تن داشته باشید و شما را خوش آمدید میگم به یوتیوب چینل لایو استوری. امروز قرار است یک رمان جدیدی را تحت عنوان داستان واقعی تجاوز پدر بر 3 دخترش برای شما به خوانش بگیرم. امید که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اسم من فاطمه است و 2 خواهر دیگر به اسم زینب و زهرا دارم. بدبختی ما از زمان شروع شد که من 11 سال، زینب 9 و زهرا 4 ساله شده بود. به خاطر اقتصاد ما خیلی بد و ضعیف بود و همچنان یک پدر بی‌غیرت شرابی و معتاد دزد و قمارباز داشتیم. مادرم مجبور بود که هر روز صبح بره خانه مردم تمیزکاری کنه. نمیفهمم چرا مادرم پدرم را تحمل میکرد. شاید به خاطر چهره و قدش کور تحمل میکرد که همه مسخریش میکردن و یا هم شاید به خاطر نداشتن جای برای زندگی مادرم. همیشه حرفای پدرم را قبول میکرد و حتی یک دلیلم نمیگفت. پدرم همیشه دزدی میکرد و با چند دوست لعنتیش که کاملا مثل خود شرابی معتاد بودن میامدن خانه ما و با پدرم شرط بندی میکردن. یک روز که پدرم همه چی از قبل تحریزی شده بود، مادرم را فرستاد خانه ما و خودش و دوستانش را آورد. خانه من و خواهرم در اتاق دیگر گوشه دهلیز نشسته بودیم که پدرم آمد و خواهرم را به زور با خود برد اتاق دیگر پیش دوستهایش و بعد چند دقیقه خودش آمد پیش من و نزدیک شد و لباسهای مرا از تنم بیرون کرد. با دستهای کمزور خود زیاد تلاش کردم، چیغ زدم ولی هیچ چی نشد. پدرم با چهره وحشتناک و خشن به کار خود ادامه داد تا اینکه از حال رفتم. با اندک زوری که داشتم هرچی تلاش کردم ولی نشد. چهره ترسناک پدرم هنوزم پیش چشمایم است. همه دنیا سرم تاریک شد و از حال رفتم. بعد مدتی که بیدار شدم نمیتونستم از جایم بلند شوم. همه جا پر از خون و فقط یک کمپل روی من انداخته شده بود. میخواستم بلند شوم ولی دوباره میافتیدم روی زمین. چیغ زدم مادر 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 ولی هیچ کسی نیامد. او یادم آمد که زینب کجاست؟ صدا زدم زینب ولی بازم هیچ کس جواب نداد و من چند ساعت امین قسم گریه میکردم. چیغ میزدم تا اینکه پدرم آمد و به گوشه از اتاق نشست. پدرم حالت نشسته و خوابیده و یا هم شاید به فکر رفته بود. چند ساعت گذشت، صبح شد. مادرم آمد. با صدای چیغ مادرم از خواب عمیقی که رفته بودم بیدار شدم. دیدم بالای سرم ایستاده و میگه چی شده دخترم؟ من که با گریه همه چی را برایش گفتم. سریع رفت قسمت اتاق دیگری که طرف دیگر دهلیز قرار داشت. رفت تا زینب را پیدا کنه ولی با صحنه وحشتناک روبرو شد. با چیغ و داد مادرم رفتم. دیدم زینب حالش از من بدتر بود. نمیفهمم چگونه همه چی را مادرم تمیز کرد. با ما دوا داد و بعض خوراکی پخته کرد و در حالتی که فقط گریه میکرد و به خدا ناله و شکایت میکرد هیچ اثری از پدرم نبود. چندین روزها و هفته ها میگذشت و هر روز حالت ما بدتر میشد. مادرم دیوانه شده بود ولی نمیفهمم چرا به هیچ کس هیچی نمیگفت و به هیچ یک از فامیل ما هم خبر ندادند. ما هم چون وضعیت اقتصادی خوب نداشتیم فامیل های ما رفت و آمد نمی کردن. بعد 3 ماه دوباره حیوان وحشی که زندگی ما را تباه ساخت پیدا شد. نصف شب بود که دروازه خانه را تک تک کرد. مادرم با وجود که هیکل بزرگی نداشت ولی خود را به خاطر ما قوی می گرفت و رفت و دروازه را باز کرد. دید که پدرم است. پدرم همین که داخل خانه شد لط و کوب مادرم شروع کرد. بعد از خیلی لط و کوب به پاهای مادرم افتید و معذرت خواهی کرد.
خیلی گریه کرد. شاید باور هیچ کس نشه. مادرم خیلی زود بخشید پدرم را. من از مادرم بعدم آمد ولی خیلی کوچک بودم تا بفهمم مادرم چی پلان گرفته و چی میخواهد و چی برای سر پدرم بیاره. خب با وجودی که سن و سال زیاده نداشتم ولی گویی از نفرت در قلبم نسبت به پدرم داشتم و بیشتر از آن که از مادرم رنجیده بود. مادرم باید به همه میگفت، باید به دولت خبر میداد. ما در قریه نبودیم ولی در مزار شریف دشت شور زندگی میکردیم. به همه جا دسترسی داشتیم. مادرم نباید پدرم را میبخشید. بسیار میترسیدم. ما و خواهرم خدا نمیتوانستیم طرف پدر خود نگاه کنیم. هر لحظه با پدرم اندازه 1 سال میگذشت. خدایا هیچ کس نبود به داد ما برسه. یعنی یک پدر به این اندازه میتواند بد و پست باشد؟ چرا سرنوشت ما یک قسم شد؟ اوف خدایا. بازم مادرم بعد چند روز خواست دوباره سر کار برود و ما را در خانه تنها گذاشت. این بار خواهرم زهرای 4 ساله. سرنوشت زهرای 4 ساله با سرنوشتش کاری کردند که حتی کافر در او حالت دیده نمیتواند. وقتی مادرم بعد مدت‌ها خواست بره سر کار، ما و زینب و زهرا را خانه همسایه بود و گفت زود برمیگردم، مواظب طفل‌هایم باش. زن همسایه هم که فکر میکرد ما چیزی از خانه‌اش دزدی نکنیم گفت بیاین خانه خودتان بریم، من هم امرایتان میرم. وقتی با خانم همسایه آمدیم خانه خود که دیدیم پدرم خانه است. زن همسایه با دیدن پدرم خوشحال شد. گفت پدرتان آمده پس لازم نیست من پیشتان باشم. ما را با حیوانی که خداوند پدر ما را ساخته تنها گذاشت و رفت. پدرم دوباره دوستای خود را آورد. این بار مرا به دوستش به اسم آقا گل تسلیم کرد و خودش و یک دوست دیگرش بالای 2 خواهرم تجاوز کردند. حتی زهرای 4 ساله هم نگذشتن. نمیفهمم با زهرا چی کار داشتن. فقط چیغ میشنیدم و خودم هم چیغ میزدم. بعد ساعت دیدم خورکم خوردم. خواهر عزیزم زهرا در بغل پدرم در روی حولی بود و با دوستش حرف میزد. یک دفعه نمیفهمم چی گپ شد به همدیگر. دوستش بسیار پول داد و از جیب خود کشید و به پدرم تسلیم کرد و من به سر خود می زدم. پدرم هم خیلی وحشت زده معلوم می شد. زهرا را انداخت. جسد بیجان خواهرم که در بغل پدرم بود انداخت داخل چاه. چیخ زدم، خیلی گریه کردم. با سختی رفتم خود را به خیلی مشکل رساندم پیش زینب که بازم حالش بسیار خراب بود و روی توشک افتیده بود. حتی مرد بیگانه آقا گل دلش سوخت و رفت روی حولی. پدرم را چندین مشت زد و از خانه بیرون شد. خواهرم زهرا داخل چاه بود و من و زینب با حال بسیار بد داخل خانه. خب خیلی سخت بود، خیلی وحشتناک. به دختر همسن من و خواهرایم یعنی قیامت. همون روزها بود که بازم مادرم آمد و خیلی دیر شده بود. دیگه همه چی تمام شده بود. مادرم آمد و من دوباره به مادرم همه چی را قصه کردم. قصه زهرا را هم برایش کردم که خواهرم زهرا داخل چاه است و چاه را به مادرم نشان دادم. مادرم جیغ زد. دویده طرف چاه رفتیم. مادرم سرش را به دیوار و زمین و هر جا میزد ولی چی سود؟ همه از دست بیفکری ها و ترس های بیجای مادرم به سر ما آمد. مادرم بعد از این قضیه دیگر روانی شد. میترسیدیم. حتی با ما درست حرف نمیزد. روزها گشنه و تشنه می بودیم. فقط بعضی وقتا میرفت از دکان قرض میگرفت. دیگر مثل جسد بیروح شده بودیم و ما و خواهرم در حیرت بودیم. مادرم چرا به هیچ کس زنگ نمیزند؟ چرا به همسایه ها نمیگه؟ چرا به مامای مادر کلانم و یا کاکاهای خبر نمیده؟ بعض روزها مادرم میرفت بیرون و دوباره میامد و میفهمیدم به خاطر کار نمیره. یک روز بود که از خانه بیرون شد دوباره آمد، اما باور ما نمیشد. مثل یک خواب بود، مثل یک کابوس وحشتناک. با پدرم دوباره وارد خانه شد. همه ترسیدیم.
پدرم با خودش خیلی خرید کرده بود به خاطر خانه. نمیفهمم مادرم را چی شده، بالاخره چرا گیج شده بودیم، هیچی را نمیفهمیدیم. کارهای مادرم دیوانه کرده بود ما را. چرا با او حیوان وحشی آمده خانه؟ خب ما و خواهرم 3 شب کاملا نخوابیدیم، هر شب میترسیدیم. شب 4 بود که از خواب بلند شدم، دیدم مادرم در جای خود نیست. رفتم به جستجوی مادرم، دیدم با تبر پرخون پدرم را کشته و تکه تکه میکنم. چیخ زدم، همه بدنم لرزید، دستم کاملا سست شده بود. فکر کردم خوابم، ولی نه، حقیقت داشت. مادرم صدا زد: فاطمه یادت است خواهرت را چگونه انداخت داخل چاه؟ ترسیدم، گفتم بله مادر. گفت بیا دخترم، لایق زندگی نبود، باید میمرد. ماما کمک کن تا پارچه های بدنش را داخل چاه بیندازیم. ما و مادرم داخل پلاستیک و بعضی تکه های بدن پدرم را داخل دستمال و بعضی هم داخل تشت بردیم، داخل چاه انداختیم. بازم فکر میکردم خواب میبینم، مادرم آخر تبر نیست داخل چاه انداخت. تا صبح هر دو نخوابیدیم، فقط به من نگاه میکرد. میترسیدم مرا هم نکشه. پدرم خواب شده بود، مادرم رفته بود با تبر بر سرش زده و با چند ضربه محکم بعد تکه تکه کرد. همین قسم تا صبح بیدار بودیم. صبح مادرم رفت تا جای دیگر که برای زندگی کردن یک جای پیدا کنه، ولی نتوانست تا اینکه بوی خیلی بد از چاه بلند شد. همسایه ها اذیت شد. بعد اینکه بوی خیلی بد از جسد خواهرم و پدرم از چاه بیرون شد، همسایه ها یکی پس دیگری جمع شدن و بالاخره فهمیدن بوی بد از خانه ما هست. همین که آمدن داخل حولی، بعد پرسپال همه چی را خود مادرم گفت و همچنان گفت که زنگ بزنین به دولت. دیر نگذشت که چندین موتر پلیس آمدن و بعد چندین ساعت مادرم را دستگیر کردن و چون دیدن ما کس دیگر را هم نداریم، همچنان ما هم قربانی داستان هستیم، ما را هم بردن. بعد دوستی ما مادرم به حبس ابد در محکمه اول و در محکمه دوم 24 سال حبس و همین قسم محکمه سوم هم 24 سال حبس را قبول کردند و ما را هم به یتیمخانه که از طرف امریکا و آلمان حمایت میشد آوردند. و خلاصه داستان به هر مناسبت عید و یا روز زن و یا هم یک بار به خاطر هر تعداد طفل که زنهای زندانی داشتن تخفیف گرفتن و مادرم بعد 8 سال آزاد شد. بعد آزاد شدن مادرم چون حتی برای زندگی کردن جایی نداشت، ما را از یتیمخانه نگرفت و خودش خانه مامایم زندگی میکرد. چون من یک دختر لایق بودم، برایم بورسی امریکا فراهم شد و از همین طریق یتیمخانه رفتم و خواهرم برای ادامه تحصیل به هند رفتن و حالا هم فقط چند مدت مانده تا مادر عزیز خود را نیز پیش خود بیارم امریکا. خدا را 1000 بار شکر که همه چی گذشت و خوب شد، زود گذشت. کابوس ترسناک بود که پدرم برای ما ایجاد کرده بود و همیشه تشکری و ممنون می باشم از مادرم. مادرم با وجودی که خیلی کمبودی هایش توانست انتقام ما را بگیره، وگرنه شاید تا حالا هم همون وضع یا ازی بدتر از او ادامه می داشت. این داستان را به خاطر گفتم که خیلی مادرها به فکر دخترای خود نیستن و زمانی که جایی میرن پیش همسایه ها و یا هم پیش هر کس تنها میگذارن. ممنون بابت حوصله‌مندیتان و پایان داستان.